تنها نکته مهم املت اینه که باید هم یکم چرب باشه، خیلی چرب باشه، و هم یکم تند، و آب گوجه ها باید به خوبی گرفته بشه تا فقط روغن بمونه، تا تخم مرغ توی روغن سرخ بشه، نه اینکه توی آب گوجه ها پخته بشه. اینجوری املتتون بوی بد میگیره. آره.